بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم؟ نه داده رسید، شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تای خواه تقایی تای خواه همسایی تای شدم میگرد و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچه خوب بودن، طالب علم بدای نه طالب علم ها تام الله میشن که خونیجگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعضی جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد و فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکننش، از میشد شاید به خاطر همین کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوز. چی خوب. او این مار از کجا که برات کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیدن. بعد تماشا کرده میسیش یا سنگی دست رو زن، وقتی که کشتی خاطر جمع میشه با حضور درو کردن میگیری، اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتن. نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندیش تا که یک مار یا کژدمه پیدا شد، در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تا زنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نماز تا. خب این بچه خوب بوده، یگان چند این 16 سوال نوشته. این همین وقتی ما رو توشا هم میگیره غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم، چون خون که بنواد طهارت میشه کنه، با او دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگیت میشه باب یا نماز تخون. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بود این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست، گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. میچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است، اوش کراهت نداره. که خان گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. چون همین یه جایی که قطعی زنود آبازی کنی حمام درام بدی هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگوی خواندن شر نیست. میچم نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیتی آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آبازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیت میشم. کمپیر قدی درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سرت آبریز آمدن گیر. ها بچی خوش رو